اول بذار یه باور غلط رو کنار بزنیم. نه نوشابه است، نه چیپس و نه حتی فست فود. یه خوراکی هست که سازمان جهانی بهداشت رسما توی لیست سرطانزا برای انسان گذاشته. فقط 50 گرم در روزش میتونه خطر سرطان روده رو نزدیک به 18% بیشتر کنه. چرا؟ چون برای موندگاری و رنگش از نیتریت و نیترات استفاده میکنن که بعد تو بدن تبدیل به موادی میشن که مستقیم به DNA حمله میکنن. اگه با حرارت یا دود هم آماده بشه، پای ترکیباتی وسط میاد که قدرت جهش‌زایی دارن و خطر رو چند برابر میکنن. از اون طرف حجم بالای نمک، فشار خون و بیماری قلبی رو هم بالا میبره. و جالبتر اینجاست که حتی محصولاتی که روشون نوشته بدون نیتریت معمولاً از عصاره کرفس پرنیترات استفاده میکنن. پس امن‌تر هم نیستن. حالا وقتش جواب رو بگم. چیزی نیست جز فرآورده‌های گوشتی فراوری شده مثل کالباس، سوسیس و ژامبون. اگه به فکر سلامتت هستی، اینا رو تا میتونی کم یا قطع کن و یادت باشه انتخابای کوچک امروزت آینده سلامتت رو میسازن.